Rahim Production. معلمه کجا رفتیست ها؟ هیچ اگزامینا رو تمام کردم رفتستم. اگزایم من چند مونده؟ اگزایم ترای چی نموندمونه که همین بخدا 100% میدونیم به او ده. با هم دیگه؟ آه. معلمه خیلی نکنه من امید دارم من مکتب چی سر میکنن ای کلی آی من کلی جا با حضور خوندم با ما چیکار کردم؟ به همه مرا مونه معلمه نمیمونم. با خوبی معلمه ما که پرابلمت میشوا من یکم پرابلمت نمیترسم. من خیلی اگراجات نکنم. من میرم وقتی من نگیم. معلمه پشیمان میشه مکتوب نشوندگیم در باره تو که آخران با خودت با خودگیم پشیمان میشه یکم پشیمان نمیشم. خب بینده معلمه معلمه ها با چی میگی؟ در دهنی داری مکتب اینا بچه اگزایم میمونی نه نزدیک نشه که من دور میکشم نزدیک نشه بچه بیاخلی نکن. نزدیک نشه کستی کستان گرفتم. ماده چی؟ مکتوب نشوندگیم که آخران با پیش معلمه رفتم مرم ای بیتا پس تا اولی دید میکنن حیاتت میسوزن ای بچه میستو ایستو بچه میستو اگزایم میمونی میمونم. آخه بچه هم آلیده بعد میمونم تا درو را محکم بد نمیشه میمونم بچه لطفم سفیچت نمردم مردسم مالی بام بچه تمام میکنم ایزمیات هم میمونم باوت هم میمونم بام بچه بچه هم میمونم اکده بیا میبرم دای بچه هم باوت هم میمونم میمونی؟ باوت هم میمونم بهونه نکن نکه حوزی اینا حوزی این صغیره این تبالا بود دسته اینا کابینت انفرادی بدرم کات تبزه بالا 5 بمون اینا حوزی اینا خیلی نگاه دارم حیات فکر کردم معلمه ما چون کودک داری حیاتت میسوزه اندی پنجه رحمت معلمه بیا که چل برات ما نه معلمه بیس همجا تمام رحمت بچم چل برات ما که بچه جون هزار رحمت برای بها نکی بخشی زیادی چل برات ما دشما دادن نمیتونم او چی با بچم دادن نمیتونی تی بچم تی معلمه جو این چل بر یاردن کد شما مرا با ما 5 مونده ها انا حالی ما غیر این شما اگزامین تون غیر اگزامین شما حالی 5 اگزامین دیگه دارم این چل بر در کاره من روزیگه اولادار شدگی بودم و صاحب یک فرزندم متاسفانه جدا شدگی؟ بله دویم باره با شوهر برآمدگی هستین؟ پدرم از دنیا گذشتگی در 3 سالگی نه که همین زنکی که بیوه کشید بدونه که و همه پدکت وچه میکنه مردم نفس داره زنم نفس داره سخت است بی پدری تو میرسی از آتش چشمای تو یک شهر به هم میریزد خونه پدرم سور کدگی بودن کی ها؟ مادری پدرم مامم بیبی میگویم با خاطر خانه بوده؟ بله پدرم ماده بسیار مهروز ماندگی بود ماده یکایی چی دادگی نیستن همیشه دشوار بود که مادر من تنها بود داور موسیقانی هممون به پدر ده فکر میکنم ممکن پدرم زنده میشد و من هم خیلی نمیشدم جدای صنعت انتخاب نمیکنم؟ جدای صنعت من انتخاب نمیکنم این کودک بر دوش مادر شما؟ بله من باوری کامل دارم که تماشا میکنن این منوی امکیام مو زدگی سور کدگی نای خونه اولادی پدریم نما کار ندارم نه که اولادی مادریم بودن خالام تقایم جنگ میکردن میزدن نکن گپی خوبی مادرتون برای شما چیه؟ پدر نماد دست پاتون وزمین بود شما حکمی طلاق گرفتید؟ بله یکم سنه که من بایز کردم قطعی موگم بود یادم ده هست زدگی هم پشتی وکلی مادرم روزی نبود زندگی شما رو مجبور میکنه که بله دست سنه چه زندگی من مجبور میکنه که من دست سنه چه موز کنم مرا جروم روی کردستن که این خیلی گنجنه نه خیلی کردستن خیلی گیریم اگر 2 سال زندگی کنیم اگر او خیلی بگیریم چی؟ اون خیلی بگیریم 6 سال برای که گشتگی موقتی حساب کنیم اگر فقط سرودای شهریار دولت و من گوش میکنم ما در 6 سال کلیپ کردیم خواهی یا نخواهی ما اولادی همواره پس میزنم و فامیلی همواره میبرم ما خودم پیاندر جای پدر گرفته نمیتونه
نمیگه که بیاد این بارا مثال مطرح بگیرم. نه خیلی گپا نیستن. رحیم پروداکشن. سلام علیکم دوستان هواداران سامانه رحیم پروداکشن. این برنامه سرهای ناگفته منظور شما میگردد. در برنامه نوبتی ما حضور دارند یکی از چهره های شناخته اپای عزیز من اپای گنجینه بانو میباشد. شما را با برنامه خوش آمدید میگم اپا جان. سلامت باشید. و تمنی که شما با کل آن نفرانی که این لحظه ما شما را از پشت این کامرای نازنین تماشا دارند. سلام علیکم دوستان عزیز. من مینداری خود را به رحیم پروداکشن بیان می‌نمایم که شما مرا به این برنامه دعوت کردید. هزار رحمت کنم اپا جان. سپاسگزارم که شما سخن ما را رد نکردین و تیاریم به قسمت سوالجوابی برنامه میگذاریم. بله. یکم سوال با شما چنین داده میشود اپای عزیز که کتو اکک اوید زندگی خودتون گپ میزدین. فقط در کجا تولد شدگین، کجا را ختم کردگین، با چیکار مشغولین؟ پدر، مادر، زندگی شخصیتون دارم بعد با سوال جداگانه میشود. من سال 1996 در شهر دوشنبه تولد شدگیم. در دوستی کلان شدگیم. مکتب موزیکانی به نام ملکه صابر رو ختم کردگیم. بهترین و دیگه سوال با شما چنین داده میشود اپا جان عزیز که کمتر اوید زندگی شخصی خودتون معلومات میدادین. شما اولادار هستین؟ من راستی گپ اولادار شدگی بودم و صاحب یک فرزندم. متاسفانه جدا شدگی؟ بله. دویم باره با شوهر برآمدگی هستین؟ زندگی شخصی شما پدر مادر در روی حیات هستن؟ مادر هست پدر نیست. در چند سالگیتون؟ پدرتون زنده یا اینکه از دنیا گذشتگی؟ پدرم از دنیا گذشتگی در 3 سالگی. با کدام سبب میتونه که کمتر اویدی همی سخن کنی؟ بله. به سبب که اول کردگی هم بفکرم. هم خیلی میگویم. با صدمه دوچار شدگی. اپای گنجینه بانو شما در 3 سالگیتون تین تا حال یگان عکسی پدر در خانه شما نیز هست؟ بله هست. مقصد وقتی که شما روزی تویتون شد روزی جشن عروسیتون که آدمیزاد میگن که در دو حالت هیچگاه فراموش نمیشه. یکی در روزی عروسیش پسر باشه در روزی باز اویلادار شویش و روزی مرگ. همین دو چیز هیچگاه فراموش نمیشه. در روز خرسندی شما تمام انسان ها تمام خویشتوار تمام نزدیکان در گرد گوشه شما بود با جز پدر نازنین شما در همین حالت خودتون چه خیلی احساس میکردین؟ سخت است به پدری راستی گپ. من وقتی که پدر خودم رو ندیدگیم من نمیدونم ای میدگی فقط مرا نقل کردگیم که پدرم چه بود چه گذشتگی چه وعده بود. نه که وقتی که من با شوهر برآمدم این سخت است این چیز بود. دوی پدر نبود. اما در دل شما مهری پدری هست؟ بله هست. وقتی که یک کسی یک جمله شنید پدر میگوید یا که نزدیکانش سخن میکنند؟ از نزدیکانش بله سخن میکنند. به من کمک سخت میرسد. وقتی که روزی تویتون شما پیراهن سفید رو باور کردید، وقتی که در بسیار مجلس ها مثال در بسیار توی مرکه میبینید که هر یک فرزند نازنین پدر از دستش میگیره از خانه بخت یعنی به خانه بخت گسل میکنه. شما را در همین حالت کی راهنمایی میکرد؟ من رو در این حالت راستی مادرم راهنمایی کردگی. تمام دشواری‌های زندگی بر دوش مادر شما بود؟ بله. وقتی که پدر من گذشت همه دشواری‌های زندگی دستی مادر من بود. مادر شما چی کاره است؟ مادر من دکتر میسیسترا. شما در اویلت چند نفره؟ ما در اویلت 2 نفریم. 2 فرزنده. یک تاش من یک تا دیگه‌اش دارم. فرزند کلانی در اویله هم پسر هم دختر شما این یعنی؟ نه بله کلانی نه که من. کلانی شما مثلا همه دو شبور زندگی بعد از مادر به شما وابسته بود؟ بله. وقتی که پدرتون از دنیا گذشت پس از آن شما زندگی با شما چه خیلی بود؟ سخت بود؟ دشوار بود؟ یگان روزایی میشه که مادر همین چیزا را قصه کنه و مثال گریه کنه همین خیلی چیزا را برای شما یگان بارگاه میزنه که من این خیلی عذاب کشیدم وقتی که پدر نبود همین چیزا هست؟ یگان قصه هست که در یاد شما باشه مثال تا حاضر هر گاهی که خانم میدرین چهره مادر رو میبینید در یادتون میزنه؟